من خیلی مضمون نفهمم که من فرار کرده رفتگی هستم، حالا که شما برای من مکتوب نوشته هستید. عبدالفتاح غایب سردار خدمات گمرک تاجیکستان سر و صداها درباره بازپرسی شدنش در زمینه بازداشت کارمندان آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا را رد کرد. او روز 18 ایول در یک نشست خبری گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت او هیچگونه تفتیشات صورت نگرفته است. غایب همچنین گفت که برخی رسانه‌ها درباره فرار او از تاجیکستان خبر پخش کردند که واقعیت ندارد. من یگانچی بازپرسی هم نشدم و این گپ هم یک مرتبه دیگه هم گفته بودن، خیلی من گفتم هست همین هنگامه‌جوی هم است. یک ژورنالیست من مکتوب نویسونده است. شما گویا که از جمهوری فرار کرده رفته بودید، آیا همین گپ راست است؟ من در کابینت هم شیشتگی هم شما بانوی من مکتوب نوشتید. سر این مسئله هست مقامات‌های دخلدار خیلی از خمیر جدا میکنن. کسی گناه کرده است در نزد قانون سوال جوابش می‌دهد. مقامات تاجیکستان شروع از ماه اپریل امسال چندی از کارمندان آژانسی ضد فساد را بازداشت کرده علیه آنها با اتهام قلابی و گرفتن رشوه پرونده باز کردند. در پی این بازداشت پرسر و صدا 2 نفر از کارمندان گمرک که قبلا در آژانسی ضد فساد کار میکردند نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح غایب قبل از تعیین شدنش به مقام سردار خدمات گمرک 6 سال رهبر آژانسی ضد فساد بود و اکثر بازداشت شده های این قضیه پرسر و صدا از زیردستان او بودند. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخرالدین بازارو معاون سردار ریاست مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بینظیرزاده معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سوخت گفت که بازداشت آنها به فعالیتشان در آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا ربط دارد. راست گپ 2 نفری که در خدمت مقامات فعالیت میکردن بینظیرزاده و فخرالدین بازارو تگی فقط 1 ماه بود فعالیت میکرد اینجا. جنایت‌هایی که در اینا گمانبر میشوند در فعالیت گمرک نه در فعالیت مقامات پیشینه بودند. با همین که دوره جنایتی ادامه میده. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمند آژانسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. با سود عالی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و 3 نفر دیگر شخصانی که در دیگر ساحه کار و فعالیت میکنند پرونده های جنایتی وارد شده و روزهای نزدیک مرافعه سودی در سود عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعه سودی به طور پوشیده. با این حال شیر محمد شاهیان در این صحبت نام همه 10 نفر بازداشت شده ها را آشکار نکرد و تنها گفت که در برابر دولتبک خیرزاده و فیروز خالمرادزاده سردار باز یک ریاست و مفتشان دیگری آژانسی بازداشت شدند. ضمناً عبدالفتاح غایب اظهار داشت رفتار هر کس باید بر طبق مقررات قانون بهاگذاری شود. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه. خود سود همش بها میتونه جابجاگذاری میکنند. کسی که گناهکار است در نزد قانون جواب میده.